سومونی جای دویم 100 سومونی جای سیم 70 سومونی کدیک و دیگه مکافاتش هم های اوه خونتون معلمو میبیود همون 1000 تا سلاوری که از یاد کرده لغت ادون هوای سوال میتید دیالوگ میتید ترتیب میتید دیالوگا مثل بحث میشد همون جان کسی جای یکم گرفت این غیر از سنجوی تو و غیر از تو کتی باید اون یک دیگه مبارک شو ما تو عدل هر دو ما پریزاتور میتیم غیر از تو ما دیگه ادمه با بیشی فهمیده ما مدار کن دانششا من حرکت کنیتون با دیگه پریزوش هم هست بیاش یکمی همه رو پدرکه میشد حرکت کنیتون جای یکمی گریتون من تشکیل میکنم پریزو مسئله پولش اطرف ما تو دویم بیاش دویم چهرکوتون که همین سیاکم دکابر جنبه چورکی سیاکم دکابر همینجا با جمع میشم خدا خواهد نشه با سپوردل اگر رئیس ولایت بیاد شد ادکریت شود همونجا باید تشکیل میکنیم من همونجا با خوبتون میسنجتم که جا گرفت با پدرکش عدل ما نمیگم پدرکی یکم جا دیگه چیز دویم جا سوم جا نگه پولش میگم که 150 170 همین با حرکت کنیتم من این حواس من کنی همش موگوینده جهان بازه انگلیسی زبان روسی همین بار خوبتون سنجتون چی میتونه تو میونه با ما دالشه با دیگه کوک میمونه چه بکنیم خاننده عزیز آرام شبتان من یک بار دیگر تکرار میکنم همه خواننده که 1000 سلاوری زبان روسی 1000 سلاوری زبان انگلیسی نقض از یاد میکنن اینجا خودش معلمای تشکیل میکنه طریق سوال و جواب طریق مکالمه شما دیالوگ میکنن که هوایی که غالی برآمد با توفه های خاطره و همچنین توفه پولی جای یکم 150 سومانی جای دویم 100 سومانی جای سوم 70 سومانی گفت در سری پول نه گفت در سری آموختن و آموزشی علم و فن رفتاست اینجا بست برای همین دلیری کن که میدان از دلیر است اگر روباه دلیر افتاد شعر از صحنه از شما و از برای شما ما 31 دکبر با هم خیلی جمع میشیم سرپرستا میبیان نماینده ها میبیان البته که قدردانی خواهند شد قدردانی خواهیم کرد باران حاضرین محترم مهمانه امروزه که وقت خود دریغ نداشته برای شماهای قدردانی کردن اینجا اومدن عرض سپاس نموده برای همه شما در یک جایگی روزهای آفتابی و آینده درخشان و شکوفایی وطن تمنا میکنم. سخن گویم با حسرت خوانندگانی که امروز با افتخار نام آنها را به زبان میگیریم البته که در آینده افتخار ما و افتخار دهه زیبای ما خواجه اعلی میگردند و خدا کند که در شارع‌های میبردن آنها صمیمانه دست را از خود نموده در اشتراک کردن المپیاد و موفقیت ها به دست آورد و خواجه این چراغ روزگار ماست و خوانندگان امروز موفقند که آنها بیشتر خود را به آموزش علم و معرفت صرف میکنند و امروزها در سطح جمهوریوی آزمون‌های فروغ سپیدانایی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گشته ایستاده است. من از تمام خوانندگان از مهمانان امروزه خواهش می‌نمایم که در من بعده آزمون‌های فروغ سپیدانایی شاید اینها مساعدت کرده توانند اختار نمونوی شارکی یکم را جنبست کردن و از تمام شخصان افتخاری صدر همین مجلس خواهش می‌نمایم یک
افتخارنامه بعد خواندن و صاحبانش کیان تا آنها نیز پیروی همه شخصیت‌های افتخارنامه مکافاتانیده می‌شود. نعمت و مرضیه خانم خواننده صنف دویمی برای خوانشی اربستی چارکی یکم زیر قصد باران دویمی حکیم و مرضیه خان تشکر بر تو بادا ای استادا من خواریت جا شده تو را یک روم کردم خواهیم گرد که بر من داده تعلیم خواننده صنف سیومی به سلیم زاده نازنین خواننده صنف چهارمی به سلیمان و بهزاد جان زاده مسعود شاه خواننده صنف ششم نرزیبا و هدایت بانو خواننده صنف هفتم به سفر و عایشه خانم خواننده عزیز آمده میشه و زیر خرسک بارون شما از مؤسسه ما گیرنده استیپند رئیس شهر از مؤسسه ما برای اشغال جای یکم در المپیاد منطقوی اسفند تاریخ خلق تاجیک حکیم پسنجان خانم
و اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی مؤسسه. اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی مؤسسه در سال تحصیلی 2020 ما با تقاضای زمان بوم خطا نمی‌کرده باشم. زهراخان قاسمی صنف نوی پر مانده خوندن، صنف 10 قریب که 1 ماه مکتب مانده خوندن و تربیه نسل نورس در روحیه خویشتن شناسی و وطن دوستی در سال تحصیلی 2020 جوانمرد خواجه اعلی که اینقدر سهم نظارت خود برای هم آبادی دهه هم آبادی مؤسس داشتن عرضه نموده تمامی میکنم که در منبعد آبادانی ها و در منبعد پیشروی ها شرکت ورزیده باز سهم باسزای خود گذاشته باز ما بسیار هم همه قدر سطح رسوندن حالی شادشوی تالاری ورزشی در پیش آبادانی و آباد کردن های مؤسسه در پیش البته که اقدام نیک حامد فایب جان همین زمینه میگذارد که مؤسسه از بودش آبادتر شود و ما همین شخصیت افتخاری که با افتخار و افتخارهای دیگری کرده باشیم. یک قرص که دو رو دیگر افتخارنامه مکافاتانیده همین نظارت در آبادانی مؤسسه و اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی سال تحصیلی 2021 دیگر از شخصیت افتخاری ما افتخارنامه مکافاتانیده می شود و کارگر خرد خدمترسان کریم فیض جان برای زمین دیگر از افتخارنامه های ما مکافاتانیده می شود به همون نفر خواننده هایی که من غایب جان شاهد همین اهل نشست شاهد که ما برای آباد کردن مؤسسه اطراف وی پنجره پوش کردن ها و در پایین کبودیزار کردن ها و پیشش مکتب کبودیزار کردن ها خواننده های ما اساسا پسر بچه ها به نهایت کوشش و زحمت خود روانه کرده سهم نظارت و باسزای خود گذاشتن برای همین این اقدام اولین ممکن که ما 2 نفر به دادستان 4 نفر دیگر مونداست من با میگم این اقدام اولین در من بعدش ما با نبت همه این پسر بچه‌ای که من خواجه علایی گفته آمده مکتب یک ذره باشدم حصه خود گذاشتن قدردانی کرده باشیم. این لحظه من با افتخار دعوت میکنم خواننده صنف 8 به عبدالله افضل جان برای اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی مؤسسه بخشیده به روز پنجم جمهوری تاجیکستان. و همین مضمون مکافاتانیده می شود خواننده صنف 8 به دادا جان
جان. خواننده صنف حشیعه جورف حاج اکبر. بخشیده بر روز پرچم جمهوری تاجیکستان در استادیوم ده خواجه اعلی مسابقه ورزشی بین خواننده‌های صنف‌های بالایی بین پسران از روی فوتبال هم شده گذشت و همین خواننده‌های موفق صنف دهم به جای یکم اشغال کردند که این هم افتخار مؤثری ما هم روحاً تربیت کرده توانستیم خواننده هم جسماً قسم می‌زنم به خواننده صنف دهم ایرا بهروز جان. خواننده صنف دهم عمر بزرگخواجه. خواننده صنف 11 بهترین خواننده تمام کارهای جمعیتی اشتراک میکند سلیمان مقصود جان. خواننده صنف 11 شاکیر خاورجان. بهترین مکتب هم خطا نمیکنم. من از جهت دانش اینجا هم نزداشتم، از جهت آداب اسلوب اگر 19 فن تعلیمی صنف 11 درس شده باشد یگان معلم برونده از دوره عبدالمجید بهرامزاده شکایت نکرد خواننده فقط همون نفرای اینجا میمونن که همین بس باز دست شده است بس دو میتونن رفته با خواهی سیاره از این چیز افتخار داشته باشید. چرا؟ زیرا که محض تاجیکان یعنی در گذشته فارس میگفتن اولین تأسیس دهنده پرچم در جهان هستند. اگر شما دانید از شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی کاوه آهنگر بار اول پیشدامن خود را به سر نیزه نهاد و مردم را به زیر این گویم که پیشدامنش سرجم نمود، دعوت نمود و به مقابل دشمنان، به مقابل گویم که قوه بدی ضحاک آنها مبارزه بردند. از همان لحظه این طرف پرچم
و در اطراف پرچم سرجم شدن مردم آغاز گردید که تا امروز زیاده از 230 دولت صاحب پرچم است و با این پرچم خود گویم که رمز دولتداری خود را ابراز میکنند. و باز دویم این که از همه پرچم بلندترین دنیا در تاجیکستان هویداست و این را با کتاب گینس جهانی هم داخل کردند. با همین شما باید با همین پرچمداری گذشتگان خود، اجدادان خود که امروز وارث هستید باید هم دانید هم افتخار داشته باشید. با مثل پرچمت بادا پرافشان تاجیکستان ما در زیر همین پرچم سرجم میشویم و برای آبادی وطن، برای پیشروی تاجیکستان کمر همت میبندیم. خوش، نوبت سخن را به رئیس کمیته پدر و مادران دیها عبدالرزاق حسنبای میدیم. همه شما را به فرا رسیدن جشن عید مبارک تاجیکستان تبریک مبارک می‌نمایم و شما موفقیت دانش اعلی انتظام خوب آرزومندم. دعاگو باشه.